وزیر برهوانی روسیه سرگی شویگو ده سروک روسیه ولادیمیر پوتین آگهدار کرد که اوان سیستما S-300 یا موشکی یا لدیجی بالافرین جنگی رادستی رژیم اسد کرنه و او یک بوجه مطرسی و نرازی بونا هر یک جوالات امریکا و اسرائیل و تویویه که اسرائیل دبیجه او بردوام بد آرمانج کرنا بنگهین ایرانی لسوریه. سرگی شویگو دبیجه سیستما S-300 و لشکرین روسی لسوریا بپارزه به تایبتی پشتی کو به صدما آرمانج کرنا بالافرین اسرائیلی جبنگهین رژیم اسد لسوریه رژیم نافبوری به شاشتی بالافرک روسی آرمانج کرد ده انجام ده 15 لشکرین روسی جیانا خوش دست دابون. وزیر برهوانی اسرائیل اویگدور لیبرمان نرازی بون اخوال سر بجی کرنا سیستما S-300 جه رژیم اسد را در براند و سربار کر کو پشتی سیستما موشکی یانو و مطرسی لسر اپراسون وان لسوریه لدیجی بنگهن ایرانی رژیم اسد درست ببه لیبله او بردوام بن ده آرمانج کرنا خوده. جالی خواه هیزر ناوریت بردفکا فرمی وزارت دروه یا امریکا راگهاند که رادست کرنا سیستما S-300 یا موشکی جبور رژیم اسد و ململانی لسوریه گرتر بکه ده هفدمه که گلک کشه لسوریه لدارن. جالی خواه چافدرین لشکری دبیجن که لیستوکا امریکی، اسرائیلی، روسی، اشکره و زلاله. جالی که و امریکا بانگا بلز جبو درست کرنا کمیتین دستوری دکه تا که قناغا و گوهز لسوریه دست پی بکه و لسر آست لشکری جی تری گریه لپیش روسیا ناکه گوهزا اسد یا لشکری بهستر بکه. چافدرین لشکری مطرسیا خواه به بلندبونا آست شر لسوریه ددن دیار کرن. به تایبتی کوته پیش بینی کرن کو شرک هریمی لسر خاکا سوریه وره رودان او تنه رجوی وی ولاتین سوری ین سویل بن.